اعوذ بالشیطان الرجیم من شر المقام العظمی اللعین و کل الاراذل هم اجمعین. خطبه های نماز جمعه این هفته رو با روایتی از امام خوبی ها آغاز می کنیم که در وصف نماز جمعه های ما فرمود اون جمعه به جمعه سر و گوشش می جنبه که اشارتی ظریف دارد به جنبش های اعتقادی ولایت مدار در سطح خاورمیانه. یک نمونه اخیرش همین وضعیت بحرین بود که سر و گوششون جنبید و عصمت و طهارتشون رو جنبوندند و اینجا بود که این جنبش به اقصا نقاط ما طایر به سرها، ما غر تو کمرها و ما کمک فنرها سرایت کرد. عزیزان من، در ماه رمضان هستیم و من میدانم که این علما در این روزها چه میکشند. سوپ را هرت میکشند، ران مرغ را به دندان میکشند، خود مقام عظما هم که در این کشاکش میکشند. چه کشیدنی، جنس اعلی مزار. حاج آقا موحدی کرمانی فرمودند که در این روزهای پربرکت تمام شیاطین در بند هستند. بنده خودم رفتم در بند، نبودند. فرهزاد رفتم، اونجا هم نبودند. بعد رفتم بیت آقا، دیدم جمع شیاطین جمع است. خطبه اول رو با روایتی از ابن ابوالکلاش تتلیتی به پایان میبریم که فرمود اوصیکم به فالو فی التویتر و التلگرام و الانستاگرام فی الفضای المجازی الوسواس الخناس @پیکشادی.com. در خطبه دوم اشاره‌ای دارم به انتخابات شکوهمندی که با شرکت آحاد چشمگیر امت یا چشم امتگیر آحاد، حالا یه چنین چیزهایی رقم خورد. نخست مناظره ها رو داشتیم که کرامت و برکت جمهوری اسلامی را نشان داد. پاکدستی و اقتدار مردان ولایت رو به منصه ظهور کشید. البته خب بد اخلاقی ها و بددهنی ها و وحشیگری های هم بود که مثل سگ و گربه افتادن به جان هم. عصمت و طهارت نظام و مقام عظما را مورد عنایت قرار دادند. این همه ما تو بیت صحبت کردیم بند رو آب ندهید. یک مشت بیشعور تا دوربین دیدند خودشان را گم کردند و چنین صحنه زاگاریتی رقم خورد. بعد رسیدیم به تبلیغات انتخاباتی که بسیار سالم بود. در شأن نظام اسلامی ما به عنوان اول هیکل منطقه بود. البته در جریان این تبلیغات بی‌ادبی ها و صحنه های ناجوری هم داشت که شایان این بود که بزنیم بره جلو. این خودباختگان غرب زده آنچنان از هول حلیم در دیگ خورشت کرفس افتادند که عصمت و طهارت نظام و مقام عظما را دیلیت اکانت کردند. اوج این حماسه ها در حضور میلیونی صحنه همیشه در امت متبلور شد که انتخابات بسیار سالمی رو برگزار کردیم بدون هیچ شک و شبهه و تخلفی. خب البته این وسط دو در بازی هایی هم صورت گرفت. یک مشت متقلب پاچه برمالیده افتادن روی صندوق های رای تا بوق سگ. اوهو ما خودمان رای 6 میلیون را کردیم 20 میلیون. صبح بلند شدیم دیدیم شده 40 میلیون. یزیدتون رو گفتیم انتخابات پاک دیگه، نه اینقدر پاک دیگه. عصمت و طهارت نظام و مقام عظما را اجماعاً وایتکسی کردید.
در پایان هفته آینده سال روز ارتحالیدن امام خوبی هاست. برای این حالیده ملکوتی خودروها و اتوبوس‌ها و ماشین‌ها رو آماده کردیم. لباس‌هاتون رو آماده کنید که یه تریپ بندازیم جاده شمال، عشق و حال و صفا و سیتی، سرندیپیتی تا اسمت و طهارت نظام و امام و مقام عظما رو اساسی چالوسی کنیم. به به. و السلام علیکم و خاطرات شمال محال یادم بره و برکاته.